یک منبع در نهادهای قدرتی تاجیکستان گفت که گلمراد حلیمов فرماندهی پیشین نیروهای تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی کشور که ماه می سال جاری به گروه خودخوانده دولت اسلامی پیوسته بود معیوب و به این گروه نادرکار شده است. این اطلاع را مقامات با تکیه به شاهدی نفر میگویند که اخیراً از دست گروه دولت اسلامی در عراق فرار کرده خود را به مقامات تاجیک تسلیم کرده است. او ضمن صحبت گفته است که با گلمراد حلیمov پالکون فراری تاجیک پس از زخمی شدن او در یک منزل زندگی میکرد. این منبع روز 7 دکبر به رادیو آزادی گفت که این جوان حالا مورد بازپرسی قرار دارد و تنها پس از انجام تفتیش نام و نسبش آشکار می شود. با اینکه مقامات تاجیکستان به اظهارات مانند به این با نظر شبهه می‌نگرند، اما میگویند این جوان را با شیوه‌های مختلف بازپرسی کردند و صمیمیت اعتراف‌های او سوال برانگیز به نظر نمی‌رسد. جوان 26 سال دارد و ادعا کرده است که یک مدت با سرهنگ سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در عراق همخانه بوده است. به نقل این جوان در پی یک حمله هوایی گلمراد حلیمov از پای و سر ضرب خورده و هر دو ضربه هم به صحتی او اثر جدی گذاشته است. آوازه مرگ او در ماه ایون به دنبال ضربه هواپیمای آمریکایی نخست در مطبوعات عربی و بعدا در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، اما دیرتر جانبدارانش عکس او را نشر کردند که در آن از سر و پای زخمی شدنش هویدا بود. او پس از چند نوار اودیویی تهدیدآمیز به همکاران سابق و روزنامه‌نگاران نشر کرد و دیگر با همین صدایش خاموش شد. جوانی که خود را اخیراً به مقامات تاجیکستان تسلیم کرده است به مفتشان تاجیک گفته است وقتی با گلمراد حلیمov همخانه بود صبح او هر روز با قصه های یک رنگ و تکرار به تکرار حلیمov سر می شد و در آنها سرهنگ سابق از دارایی‌هایش مثل فرمه مرغ خانه در دوشنبه و ورزاب، ماشین مرسدس و دو همسر نازنینش ستایش میکرد. معلوم بود که حلیمov این همه را پزمان شده است، گفته است این جوان. با قول همین منبع دیش به حلیمov مثل دیگر زخمیان $100 ماهانه پرداخت و گاهگاهی با غذا تامین میکند. این جوان میگوید او در نزد جنگیان گروه دولت اسلامی از حلیمov با قدر تر بود، زیرا زخم‌های سبک داشت و میتوانست به میدان جنگی برگردد. گلمراد حلیمov 23 اپریل سال روان از خانه بیرون شده تنها 27 می با نشر یک نوار ویدیویی از پیوستنش به گروه خودخوانده دولت اسلامی درک داد. او قبل از فرار به همسرش 900 سامانی داده گفته است که زود برمیگردد. پیوندانش در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که گلمراد هنگام بیرون شدن از خانه نگفته بود که کجا می رود. سعید مراد حلیمov برادر گلمراد حلیمov روز 7 دکبر به رادیو آزادی گفت که برادرش بعد پیوستن به دیش دیگر هیچگاه با آنها در تماس نشد. اما عبدالسلیم حلیمov پدر گلمراد به رادیو آزادی گفت از بحر پسر خیانتکارش گذشته است و دیگر برایش مهم نیست که او در چه حال قرار دارد. همین طور فرزند ناشور هم وطن نزن تو. اگر تو همه بازی به همه در وطن خیال کردی تو در پیش من برم پرنم با مهد روز بیام. این وطن چگونه برسیده؟ وطن چه کاری کرد با مقدارتون؟ مقامات تاجیکستان بر ضد سرهنگ گلمراد حلیمov با اتهام زرخریدی، خیانت، تروریسم و شرکت در عملیات جنگی پرونده جنایی باز کردند که جمعاً زیاده از 20 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.